همگون معلوم است که نربنگ پهلوانان خوب گذشته‌اند دوره پیش دارند. همین پهلوان بوزبله گذشته ازم پشته میگرفته در پشتش ازم می آورده فقط ازم میدیدن آدم نه. ایدو میگذاشتن گوشنا در اون در ناحیه مرکز ناحیه فقط یزدونی وارد می‌بودند اکثر وقت. این گروه خودش یک رفت تا فینال من گروه خودم دارم. بعد خطیب برآمدیم خیلی با پیشینی در ریسپوبلیکای جو گرفته بود اونجا بعد غالبیت من دادیم. من بیاد دیلم زدن گرفت. این طاقت نمی‌کردم. نه که اکو بودم توکل بر خدا شیست. همین خیلی سپورتزالای شروع باش همه ساخته ایستادن کودکای ما میروند در سپورتزالا مشق میکنن تمرین میکنن. فعلا در این تالار با نوع ورزشی گشتین جودو و گشتین ملی صدها نفر نورس و جوان همه روزه تمرین میکنند. بچه‌های یزدگان و پهلوان‌های خوشبو دارد، پهلوان‌های زور. ناحیه ونج یکی از ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان است و در شرق جمهوری تاجیکستان جای دارد. مرکز این ناحیه شهرک راخرو است که 171 کیلومتر شمالتر از شهر خاروغ در ریزشگاه رودی راخرواب بر رود ونج جای دارد. ناحیه ونج با سرزمینی 4435 کیلومتر کوادراتی در میان قطارکوه‌های درواز و یزدگلام واقع است. موقع جغرافی بین مسافت بین ونج و دهه ما 50 کیلومتر راه است و ما 7 کیلومتر از قشلاق برآمده طرف دست چپ ما 16 کیلومتر راه را در بر میگیرد تا گردش ونج. در شمال با ناحیه طویل دره، در شرق با ناحیه مرغاب، در جنوب با ناحیه روشان، در غرب با ناحیه درواز تاجیکستان و ولسوالی درواز ولایت بدخشان افغانستان هم مرز می باشد. از شمال و شرق ناحیه ونج به جنوب و غرب آن رودهای ونج و یزدگلام گذر می کنند که بر رود پنج می ریزند. ناحیه ونج خیلی که پیران خیرات گفتن که ونجی من و گنجی من این بیهوده نیست. چون که اگر تصور کنیم و خود قضاوت کنیم نعمت خدا داده که به ما داده است باور کنید هم تیار همه زمین ها حاصل خیز هستند. در ناحیه ونج مشغول مردم به باغداری هستند و چهارمغز و هستند کارتاشکا میگیرند عموما به زراعتکاری مشغول هستند. سرزمین این ناحیه دو وادی نسبتاً وسیع بدخشان را در بر میگیرد که در میان قطارکوه‌های درواز و روشان جایگیر شدند. یکی از این وادی ها دره رودی ونج است که بیش از 150 کیلومتر درازا داشته از پیره‌های خرسان و عبدالقهار آغاز گردیده است. مقایسه کنید که مسئله ساختمان زیاد است در قشلاق ها. چی ابیکت های دولتی ساخته می شوند. او در مرکز رایون ما میرفت غیر دت خانه سه تا خانه دامو والله همون خانه حکومت و چی یگون بینای بزیب نبود. همش دو ایتاژه سه ایتاژه و توسعه پیشوای ملت. دیگر وادی دره رودی یزدگلام است که در میان قطارکوه‌های یزدگلام و روشان جای گرفته است. بلندی وادی از سطح بر از 1500 تا 5000 متر می باشد. بر اساس قانون تقسیمات کشوری ناحیه ونج به 6 جماعت تقسیم شده است. ونج را دهه‌های سرسبز و خرم و زیبایش آوازه‌دار کردند. این منطقه از 57 دهه عبارت است. هر کدامش محیطی به خود خاص دارد. یزدگلام یکی از کلانترین جماعت‌های ونج می باشد که اهالی آن 6065 نفر را تشکیل می دهد. علم تاریخی باستانشناس اثبات می‌کند که مردم کوچک امین وادی یزدگلام همچون مردم سوغد باختر در دوره‌های
عصر قدیم یعنی اینجا سکونت داشتن و زندگی داشتن و عمر به سر می بردن. جماعت دهات یزگلام حاضر سیمای خود را به تماما کلی تغییر یافته است که حاضر در جماعت دهات یزگلام اگر وارد میشوی همیشه خیال میکنی که گویا در یک گوشه زیبا منظری بیشتاساری ناحیه عموما ناحیه ونج هم است و ای ولایت بختار کوهستان بدخشان و از یک گوشه زیبا منظری جمهوری تاجیکستان است. یزگلام پیش همه در آبادیش بیشتر خانه‌های بلندگاه داشت، همش خانه‌های بزرگ خشری مانا پیش رفت، تماما پیش رفت، هم در ساحه خواهی قشلاق‌های کشاورزی، هم در ساحه مدنیت و قشلاق در همه طرف‌ها پیش رفت. کارهای سازندگی و آبادانی نه تنها در مرکز ناحیه ونج بلکه در 6 دهات هم به مشاهده می رسند. برای مثال در ماتراون که کلانترین دهه جماعتی یزگلام و مرکز مأموری جماعت محسوب می شود، اداره ها و مؤسسه ها در این دهه جایگیرند و امروز ساختمان انشاءات مهم خواجگی خلق با سرعت ادامه می یابند. گوشتینگیری یکی از مشغولیت‌ها و ورزش بهترین مردم ونج از قدیم تا حال به حساب می رود. ونج از زمانهای پیش در هر دوره پهلوانان نامی داشته است و دارد. جوانان این دیار امروز همچون ادامه دهنده سنت‌های اجدادی با ظهور هنر والا در داخل و خارج کشور نام و نشان کسب کردند. خواجگیش در قد کوچه و در روی برف، در روی زمین، در روی سبزه گوشتی نگیرند. کاویار هم نبود، در روی سبزه، در روی خوک هم گوشتی نگیرند، در روی رگ ده. شکرانه استقلال این حال رگ تتمی کاویار و نه خودتون شاهد حال هستید و دزگی ارگش محمدی که تتمی آوردم اینجا. در این داستان پهلوانی با دو سلاله پهلوانی این منطقه آشنا شدیم. با شادمال محمد بیکوف در دهه او داب واخوردیم. او هم در ایام شباب پهلوانی ماهر بود و به تعبیر ایشان همان ریشه های پهلوانی بود که امروز نبیره او سامال محمد بیکوف به بزرگترین دستاورد در زمان صاحب استقلالی نایل گردید. ونج همچون زمینی پهلوان خیز میگن اساسا این هست. در اولاد ما هم بسیار بودم پیش این. من خیلی مشق میکنم تو وقتی پشت پوش کستم و در ازیرت یکم گرفتم بعد برمادم دادرم پهلوانی خوب بود میزراب محمد بیکوف من پسر امکم داد مرادف پهلوانی خوب بود و بسیار بود. اولاد ما پهلوانی بسیار گذشتگیم. من این بچه های جوان من این داده زادم خیام استاد سپورت فرزندای من 5 نفرشون استاد سپورت انا این هم استاد سپورت هم بچه های مایده امکاش ندیدن و او حواس پیدا کردن ای مایده خیلی با همین کار شغل بستن. پدر اجداد آنها پهلوان گذشتگی هستند و ورزش از کودکی آنها را تربیت کردند و کمالی رساندند و امروز چخیلی میبینیم از محمد بیکوف ها مثل سامان محمد بیکوف، پسری اکای دیگرش محمد بیکوف، امکای آنها ارگش محمد بیکوف، فاتح محمد بیکوف، شیرمت محمد بیکوف، اینو همه یک پهلوانایی بودند که از خردی میل رغبت خود را به همین رشته پیوستند و امروز شهد آن را چشیده ایستادند. سامان جان دوره کودکی میده هم بود. تابستان پیش من می اومد 3 ماه میموند. دائما کوشش میکرد که با اون شریکش گوشتین گیرد. دائما کوشش میکرد با هم ای خودش کلانتر هم تا حتی دست دراز میکرد. خیلی ما نمیموندیمش. لیکن خصوصیت های اساسی که پگاهی میخیز میدوید مشق میکرد. خیلی من خیلی میدویدم و ای قبال من میدوید مشق میکرد. من همه خصلت و همه رویه وی به همین بود که من همین میگم که وی گوشتن دوست میداشت. قطعا این میدهیش دوره در دوشنبه با پدرش مجبور کرد که من میده بوده من در اون مشغول بر بسپار. وی هم به همین رشته با همون امکاش پیروی کرد و بس کرد. آنها زحمت کشیدن. محصول تمرین شبانه روزی و تاثیر آنها بود که انا امروز بینید که در بین
ҷавонон умуман қаҳрамони нахустин дар байни ҷавонон дар ҷаҳон дар синни 20-солагиаш Сомон Маҳмадбеков ифтихори номи қаҳрамони ҷаҳонро оиди риштаи дузудо сазовор шуд. ҷавонпаҳлавони маъруфи диёр Сомон Маҳмадбеков нахустин унвони қаҳрамони ҷудои ҷавонони ҷаҳонро дар саҳифаи таърихи варзиши тоҷик ба номи худ сабт кард. ин рӯйдод 17 октябри соли 2019 дар Марокаш ба вуқӯъ пайваст. дар мусобиқаи ниҳоӣ ҳарифи хешро мағлуб карда медали тиллои сабқатро ба гардан овехт. як шарафи калон барои не танҳо барои авлоди мо хоҷаги мо, балки ба тамоми тоҷике ки дар тоҷикистон ҳасту ба тамоми мана тоҷикони дунё ин як шараф шуд. бо боварист ки якрӯ оянда дорад, вай ҷавон аст. امروز خیلی وای پسر امکش محمدبک هم هست با دادراش هم هستن ان شاء الله اینا میشون خیلی اگه این نصیبه ده خیلی در تقریب باشه ان شاء الله میشن فقط مهنت کردن در کار. سومان در 6 قوازمایی 6 پیروزی به دست آورده همه حریفانش را پیش از انجام وقت معمولی مغلوب نمود. این دستاورد بزرگش راه او را به بازی‌های المپی توکیو 2020 هموار خواهد کرد. این پیروزی درجه سومان و مقام تاجیکستان را در رده‌بندی جهانی بالا برد. اساسا من این گشنه خیلی تماشا کردم. همین اول تا آخر خیلی تماشا کردم، در خونه خیلی بچه‌ها بسودم. در اینجا من اساسا وقتی که دوره نیم نهایی گذشت من دیگه دلم زدن گرفت چون که طاقت نمیکردم نه که اکو گفتم توکل بر خدا شستم. وقتی دوره نهایی که اومد یک چند سکند من برمادم باز نشد با طاقت نکردم در اومدم. خیلی آدم ها بسودن خداوند من ظفر داد که دوره نهایی را گذشت و چون خیلی پیش آمادگی هستن اکاها و بابیا و پدرها و امکیا و پهلوان آمادگی هستن. همه خیلی فرزندای ما نبیرو خیشت باری ما دیاران ما همجوران ما شما پهلوان دوام چنین تمرین و مشق و بابرومن پرچمبردار مملکت تاجیکستان از این ما باشد. جمهوری تاجیکستان در سطح بین المللی خیلی که برادران پرچمش میبردارند. پس از قهرمانی در مسابقات جوانان جهان، سومان از اولین پهلوانان تاجیک شد که از سرزمین جودو یعنی ژاپن مدال برنجی به دست آورد. این مسابقه گرند اسلم جودوی اوساکا بود و بابای شادمان هم هر یک رقابت سومان را با هیجان تماشا میکرد. گرند اسلمی در ژاپن گذشت این از قهرمانی جهان کم نبود. چون در این گوشنیران زیادترین ژاپن اشتراک کردن جهان. من این خیلی شما میدونید که چخیله دیدی که غیر من سومان جان بچه‌های دیگه گوشین کردن سال نتونستن. اساساً گوشین سخت بود. این سو احمد خولی نبودین. خیلی اگر زیادتر بودن برای جوانان ما با بیشتر و خوبتر میشد. چون که همه طرفا هم تکنیک یاد میگیرن هم نزدیک میشن با گوشین. این گوشین سخت بود. گوشین گرند اسلم ژاپن خدام. شادمان محمدبکov هم هر یک جزئیات رقابت سومان را با نظر تدقیقی و کارشناسانه پیگیری میکرد. روش و فنون گوشتنی جودوی معاصر اگر از ژاپن باشد ولی از داستانهای پهلوانی ملت تاجیک منشأ میگیرد، میگوید او. جودو این تکنیکای خیلی معلومه که ژاپنی است. این گوشتن ما نیست. نه که روی اساسی گوشتن تاجیکی است. سومان جان در زیر من تربیت امکاش و من اون ترینیرها اچیو مربیو و بسیار دقت می‌کنه حقیقتاً و دقت می‌کنه که با این درجه نویل میشه. لیکن تو سومان جان پرا نشده است. روی زیادی چیز من خیلی غیر میکنم و تو پرا نشده است. واقعا سلاله پهلوانی محمدبکov ها که از قعر این کوههای آسمانبوس ظهور کرد نه تنها در تاجیکستان بلکه در سراسر جهان نیز نامور شد. در ناحیه من مکتب‌های ورزشی هم من با
شرافت استقلالت امروزه من خود در مکتب‌های ما هم جاری شده است. مشق من مشق داده ایستادم. انا ما باور داریم که ان باز ممکن که چند کرد پیشتر الان خوبتر پیدا میشوند. ما هم همین باور داریم. تو دوره استقلالیت دوره است که باید که همه کس جد و جهد کند. جد و جهد کند گفته‌های من پیشوای ملت در عمل تطبیق کنند. چی در ورزش، چی در مثال زندگی، چی در پیشروی من کشاورزی و ما همه طرف کوشش کنیم. همه شرایط داده است. اساسی گوییم سلاله پهلوانی را در این قشلاق نگاه داشتن از آن است که یک قشلاق ما یکی از قشلاق‌های گوییم کلانترین است و باد و هوایی که در این قشلاق ما هستند و اون میوه و چیزهایی که طبیعی در این قشلاق ما با وجود آمدن این یکم اساس شرط برای همون ویتامین برای گوییم همون پهلوانا حساب می شود. همین سلاله سال از سال در بین همین پهلوانای ما روز تا روز زیاد شده ایستاده است. دو جماعتی که از لحاظ اهالی در ون نفوذی بیشتر دارند پهلوانان زیادی را نیز تولید و بوایه رسانیدند. از آن جمله جماعت دهاتی یزدگلام. دو جماعت دهاتی که در یزدگلام و جماعت دهاتی تیخر که در ناحیه ونج از گیریم سلاله پهلوانایی که در این دو وادی در این دو جماعت عمل کردن از دوره قدیم تا حاضر ما هم خیلی به یاد داریم. من مثال در وادی یزدگلام شاشا پهلوان میگفتن، یکی از پهلوانان نامی دیار بود. خب انا چوپان پهلوان میگفتن، انا اکنون شیخ پهلوان میگفتن. انا حاضر ما شاهد هستیم که همون سلاله آنها را نبیرگان آنها حاضر تکمیل دادند و نبیرگان آنها حاضر در سطح جمهوری و بیرون از جمهوری پرچمبردار جمهوری تاجیکستان ما شدند. اینجا هم با یکی از پیوندان سلاله پهلوانی نامدار شیخوف‌ها واخوردیم. ارباب شیخوف که در تربیه و به کمال رسانیدن چندین پهلوانان سلاله نقش بزرگ گزیده است ما را استقبال گرفت و داستان پهلوانی را به طور ذیل نقل کرد. دوره کودکی دوره بابیامون همیشه پهلوان گذشتگی اولادی ما همین شیخوف‌ها بابی من پهلوان بوده است، پدر من پهلوان بوده است. بعد یعنی پدر ما چهار خو دادر همیش شیخوف‌ها هر چهار من عنوان چی داریم؟ چمپیون ریسپوبلیکا. انا دادرم دکره چمپیونی پریزیور چمپیون جهانی شیخوی بود. انا اکی ما سوراب چمپیون ریسپوبلیکای و در بین یمی روسیه هم جو گرفتگی. انا بچه خودم با سیاد پهلوان دکره چمپیون پریزیور چمپیون جهانی، 3 کرات پریزیور آسیایی، پریزیور نه چمپیون آسیایی. از میان میراثبران زمان معاصر شیخوف‌ها سیاد شیخوف سال 2009 در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان در شهر صوفیای بلغارستان تا فینال رسید. اگرچه از مدال طلا امید فراوان داشت ولی با طرفگیری داوران نایب قهرمان جهان شد. در شهر صفیه دولت بلغاریا من شاهد حال بودم که سیاد جان شیخوف در این چمپیونات جهان با واخیری های فینالی برآمد. اولین حریف وی این از قزاقستان بود که وی سیاد جان با اصول زیبای اصول سر کیت وی مغلوب نمود و در واخیری فینالی حریف وی از آذربایجان بود که در آنجا بسیار قوازمایی نقض کرد. کمتر نافهمی از طرف داوران شد. در آنجا امتیازهای اینها 2-2 بود و آخرون کمتر حرکت کرد ورزشگری آذربایجانی. با امو حرکت آخرون سیاد جان شیخوف مغلوب شد و به جای گرفتن جای دوم سزاوار گردید. این هم باعث
خوشنودی و خوشبختی است که در چمپیونات جهان البته که از هر یک ورزشگرای بهترینی گلچین میکنند و به چمپیونات جهان سفربر میکنند. در بلغارستان باید تمرین نصب کرد و فرم ده بد گفته همو روسو همونجا که رفت ما هم باوری داشتیم که با یکم میگیرد نه که همونجا خیلی شد که جای نخره دویمه گرفت. بعد آمده اونجا دیگه همین ناموس گفته ناموس تاجیکی مشق سر کردن چند چمپیونات های دیگه که رفت سنگاپور در رفت جای یکم گرفت آزیا ده بعدی وای عامل‌های تشکل و توسعه این رسم نیاگان یعنی پهلوانی را اکثرا در غذاهای از نگاه اکولوژی تازه و طبیعی این کوهستان پرگنج می‌دانند. همه چی ما تازه های میوه ما باد هوای ما برای همین مشق کردن و برای چی مطابق هست که حساب هوا حساب همین زردالو و توت و حساب همین میوه ما که خود ما کشت میکنیم همین زمین ها را یگان چی نداریم در وای دارو پارو نمیزنن حساب همینا ممکن که پهلوان دار برای چی پهلوان تیارن تست تیار میشن اگر بگیرن همین کوهستان ما مثل از بگیریم همین لوبای کودک ما رو میبینی همین پهلوان جوسن. آب و هواش تاثیر است و اون غذایی که در اون من در ناحیه ونج هست مثال از قبیل گویم سیب گویم چهارمغز گویم دیگر میوه‌هاش که اونها بسیار فایده آور هستند و رستنی‌های شفابخش گویم همونها استفاده میبرند ممکن همین سبب باشد که مغزی دست و پاچه همین جوانان ممکن مستحکم باشد برای همین ممکن که اکثریت جوانان همین ناحیه ونج ما با همین گوشتین شوق و رغبت زیاد دارند و میکوشند که یک نشان دهنده خود باقی گذارند و در سطح جمهوری و بیرون از آن خود را نشان دهند و ملت خود را و تاجیکستان خود را معرفی کنند. در ایام دانشجویی ضمن یک مسابقه دانشجویان جمهوری برادران ارباب و سهراب بر کل حریفان غالب برآمده در فینال با هم واخوردند. من و اکم اردمون این ای طرف قرغان تپه من ای طرف لینینسکی رایون پدوچیلیش مکتب این ای پدینستود یک جایش نیم رفتیم پنجکند بعد من این یک وست گوشتین گرفتیم این گروه خودش ده یک رفت تو فینال من گروه خودم ده بعد خطیب برآمدیم خیلی با پیش همین در رسپوبلیکای جو گرفته بود اونجا بعد غالبیت من داد. سالهای 76 بود من این انستیتوت میخوندم شهر قرغان تپه بود دادر من رودکی در میخوند پدوچیلیش بعد چمپیونات رسپوبلیکایی بود به همین گوشتین تاجیکی بود در بین بوزو بعد رفتیم شهر پنجکند در 3 پدگروپ بودیم بعد از یک پدگروپ من برآمدم یک پدگروپ دادر من برآمد بعد من سوستر بودم رسپوبلیکا دم چمپیونات های رسپوبلیکا دومی و وقتا یکم میگرفتم بعد وای نبرآمده بود یکم بعد همونجا به فینال برآمدیم در همین وقت فینال برآمدن من گفتم که کوشش و غیرت وای زیادتر است بعد گفتم وای راه افتاده نشود ما وای به همون چی خدمت دادم غالبیت به دادر خدمت تقدیم کردم وای بعد وای با وای بسیارتر کوشش غیرت میکرد تمرین ها میکرد رسپوبلیکا هم جاهای یکمه میگرفت گوشتیم من. پیروان سلاله شهرتمند نه تنها در جاده پهلوانی بلکه در آبادکاری‌ها و بنیادکاری‌ها نیز سهمگذاری می‌نمایند. از آن جمله ارباب پهلوان یکی از فاتحان اولین موضع دشت یزدگلام هستند. چی فکر میکنید اون شهردار شدن این میوه‌ها از خود طبیعت خاک وابسته است یا که یگان نه اینا را مهنت میکنیم همین کودکا همین نبیرام فرزندام خطی انا تای و خو اینا رو کندیم باجا پارو میزنیم دارو میزنیم اینا رو رنگ همین کودکا نگاه نکنی اینا محصول نمیتین انا باجا شناندگیم خرما انا با شناندگیم گیلاس همه اینا انا زردالو توت زردالو با امروتا شناندگیم نوک انا حساب همینا همه
زندگی را هم پیش برده استاده میخوای کار میکنیم در دولتون چیزای میوه تازه یکلا تازه یگان دارو پاره زدگی نیستیم تا این روزه در همین باغای خودمون حساب همین بچه ها پهلوان نو گذشتگان این پهلوانان در بالای ریگ و قم و چمن مشق میکردند اما فعلا در تالارهای برهوا و شرایطهای خوب زمانوی تمرین میکنند. این همه آبادکاری ها با دستور پیشوای معظم ملت به وقوع پیوستند. خودمون در همین قمزار مشق میکردیم گوشتین میگرفتیم حساب همین قم گوشتینگیر شدیم نه به زالو که تمرین کنیم در همین سبزه و قم رنگ همین کودکا گوشتین میگرفتیم شکل استقلالیت میکنیم شکل همین دولت خودمون شکل همین جناب عالی میکنیم که همین خیلی سپورزالای خشرو باش همه ساخته ایستادن کودکای ما میروند در سپورزالا مشق میکنن تمرین میکنن. من کوچک آقا نظر هستم در آینده میخوام جام پهلوان شوم و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم و مثل همین پهلوانان ناحیه شوم. ما در همینجا مشق میکنیم اینجا ناحیه یزدگولان بسیار خوب است مشقشون. ما پیشتر در بالای قم مشق میکردیم بعد این زل رو ساختن ما در همین زل مشق میکنیم آزیل و شرایطمون خوب است. در این منطقه دوردست در برابر بنیادکاری و آبادکاری ها در سمت تعلیم و تربیه مکتب های ورزشی نیز توسعه یافتند و ثمره آن را به خوبی مشاهده میکنیم. پیش هم باید پرچم بردار باشیم وطن دوست داریم چه اساس چیه وطن تینجا اون سال آسایشگی سری فرعونی میشه. مؤسسه دولتی مکتب ورزشی کودکان و نوآوران ناحیه ونج زیاده از 320 نفر مشق‌ورز داریم. دو نمود المپی است و 4 نمود ملی است و 4 نمود غیر المپی است. البته که در جماعت دهات یزدگولان بسیار جوانان به ورزش مشغول هستند و به درسخوانی مشغول هستند و سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت همین جوانا خردسالا معلما همه جانبداری میکنن و کار و فعالیت میکنن. ضمن بازگشت نظرمان به خاله بیبی چمن افتید. او با نبیره ها در صحن حوله می نشست و برای اجرای کار هر روزه منتظر بود. خیمیکات نبود تیار کردگی خدمون بود تیپ سقطی قیماق می دادیم زردالو را اتوله می کردیم می دادیم آش بریده را می دادن امینو را می دادن اینو با قوتی تیپس بسیار با قوت قطعی قیماق گرم میگیرد و خیلی مخنک نمیزند. دیگه قطوی ملی را میکردیم ترالو را میکردیم الوای شیر ما میگیم و یا تیار میکردیم الوای شیر را تیار قدیم منو برای امی کودکای خودمون کم کم که سلفک نمی امینو را تیار میکنیم میتیم گوب بشود بنیسنی نبردیم دارونی نمیتیم امی قیماق روغن تیار میکنیم این خیلی چی میکنیم شیره و روغن تیار میکنیم میتیم به کودکا را سیاری یا قطمون اخی دستی خدمونه تنجیه امانی شکری همی تنجیه شکری همی تنجیه سال مای بیت جنگ می کودکای من دفتر نمیافتن که مکتب برون روچکه نمیافتن خدا را شکر که تنجی و امانی شد وزیر کودکا شرایطی که وزیر زمان دارن من خدم سالهای 60 و 74 خوندم نمیافتیم این خیلی نیکی مکتب اینو همه شرایط هاشون نرسن بعضی زندگیم سوزه اخی میوه پیوه دارم اینو را 2 تن 3 تن یعنی سیب فروختم خدم آبتون دادم.
имрӯзҳо аҳли деҳоти язгуломи ноҳияи ванҷ аз муваффақиятҳои ба даст омада хеле хушнуданд. хурду калони ин водӣ пурганҷ аз он изҳори шукрона мекунанд ки бо шарофати сиёсати инсондӯстонаву халқпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин гӯшаи дурдасти диёр дар фазои сулҳу амонӣ ободониву созандагиҳо вусъати тоза гирифтаанд.